ای رهبر فرزانه، نام تو درخشان است، عشق تو به دل زندگی نامه مرحوم امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد رحمه الله. یاد تو همی زنده در هر دل انسانی، مهر تو فروزان است. ای عمر زمان داسی تمناوا چی پژوند برا پرورش و تعلیم. مرحوم مولا محمد عمر مجاهد در سن 8 سالگی برای فراگیری علوم دینی شامل مدرسه ابتدایی منطقه شهر کنی ولسوالی دهراود ولایت ارزگان شد. سرپرستی آن مدرسه به عهده مولوی محمد جمعه کاکای مرحوم مولا محمد عمر مجاهد بود. مرحوم مولا محمد عمر مجاهد تعلیمات اولیه دینی را نزد آن کاکایش آغاز نمود. هر دو کاکای مولا محمد عمر مجاهد خصوصا مولوی محمد انور به تعلیم و تربیه او توجه خاصی داشتند. مرحوم مولا محمد عمر مجاهد دوره ابتدائیه و متوسطه تعلیمات شرعیه را در همین مدرسه با موفقیت به اتمام رساند و با رسیدن به سن 18 سالگی تعلیمات عالی شرعی مروجه در افغانستان را آغاز نمود. اما آن مرحله به سبب آغاز حاکمیت رژیم کمونیستی در سال 1357 هجری شمسی مصادف با 1978 میلادی نیمه تمام ماند. پسپیڅلی طالب جان باندې وای اوس هم، ای عمر زما داسې تمنا وه چې په ژوند برانه لاس اخلي او زیبا دی پر فیض او ورځو شپو کې دی نړۍ ته خپل فاتح لښکر تنها پرېږدي او زیبا